هر ملک اسلامی باید امر بالمعروف داشته باشند، چرا که آیات قرآن است کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. باید هر ملک اسلامی باید امر بالمعروف داشته باشد. دوستان عزیز، وقت نماز ظهر قریب هستند. کوشش کنین طرف مسجد بروین، نمازهای خود را ادا بکنید. دوستان گرامی، از طرف مؤذن ندا می شود حی علی الصلاة حی علی الفلاح. بیاین به سوی نماز، بیاین به سوی کامیابی. ما و شما الحمدلله مسلمان بنده الله هستیم، امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. باید کوشش کنیم که بندگی درست را به طریقه سنت رسول الله ادا بکنیم. جماعت سنت مؤکده حکم وجوب داره. برادران عزیز، دعوت می‌دهد دوستان عزیز من کوشش کنین طرف نمازهای خود را بخوانین، پس بین با معاملات و تجارات خود شروع بکنید. ندای الله هست حی علی الصلاة حی علی الفلاح. بیاین به سوی نماز، بیاین به سوی کامیابی. بناهن با شوق دل، با نیت پاک، با اخلاص درست حرکت کنین به سوی مسجد خانه خدا. ماشاءالله کوشش کنین بخیر برادرای عزیز. جوانان نوجوانان به خاطر الله سر سرکه نگردین، برین به سوی مسجد، برین به سوی خانه الله. عزت ما و شما در بندگی است، افتخار در بندگی است. زندگی دنیا تیر بشه اما زندگی دنیا چند روزه هست، زندگی آخرت ابدی است. بناهن آمادگی بگیرین. ماشاءالله جوانان ماشاءالله.